قالبش با پوست لیمو ترشه، انقدر خوشگل میشه که دلت نمیاد بخوریشون. اول لیموامون رو از وسط برش میزنیم، اینجوری به کمک یه قاشق پوست لیموها رو از توش در میاریم. اینجوری ژلاتین آب بره رو بخار کتری خامه، کره آب شده، مخلوط میکنیم. ببینین چه یک دست شد. مخلوط خامه و کره، شکر، زست لیمو برن رو حرارت تا شکر کاملا حل شه. بعد از اینکه شکر آب شد میذاریم 5 دقیقه مواد با هم بجوشن تا عطر لیمو آزاد شه. حالا ژلاتین رو اضافه میکنیم. موادمون رو از صافی رد میکنیم. وانیل، آب لیمو ترش، مواد رو میریزیم داخل قالب. چند ساعتی میرن داخل یخچال. ببین چی شد. بهت قول میدم خوشگل ترین دسری باشه که امسال درست میکنی.